سلام مجدد دوستان نهایت گرامی. امین اکنون نزدیک به اذان خفتنه و ما به قریه سیاهاب رسیدیم و امکان گزارش هم نیست چون مردم همه درگیر فامیلا و عزاداری هم و ما یک دوست اینجا داریم و ما همراه از این مصاحبه کنیم. سلام علیکم. و علیکم خسته سلام. نباشه. سلامت عرض باشه. تسلیت داره خدمت زنده شما. باشه. سلامت باشه. قربان شما. این قریه به نام قریه سیاهابه. بله سیاهابه. چند نفر تعداد فامیل از این قریه بوده؟ 1100 کشته شده های معلوم شده تلفات؟ کشته شده من را از ایران میام خبر ندارم. از خود خبر دارم 30 تا از خود زیر آوار رفته. امروز ها 30 تا دفع کردم همیچ به این منطقه به همین قلعه. از خود شما بوده عمه که از این برار زده و بچه و خوار زده 30 خدا تا. صبر بده انشالله به شما و دیگه دوستا و عزیزا. انا حالا من بیام را برار درس را برار میرم میبینم خانواده برار درک نداره. بردم دفع کردم سرا خوار این سرا خوار منه. خوار من شهید شد زاش 5 شب خد بچه خوش شهید شد. 4 تا بچه دیگه هم خدای شهید شد. خسور بریم 9 نفر فامیل کلا برفته که هیچ کس نیه و کلی نیه. خود از ایران می آمده تنها و تنها. دوستان عزیز برادر عزیز ما توان صحبت و توان همراهی خودمان ندارم و ما مقدار 5000 افغانی کمک نه چیزی گرچه میلیونیا درد شما دوا نمیشه به خاطر دلجویی شما آمدیم. امیدواریم که بتونه گری از این مشکلات شما رو بکنه. خدا خودی کمک کنه. کمک بندگیر نماییم. خدا خود دیگه با ما کسی نمونده. بعد اونا رو با ما ساغردیم که از یک خانواده همون مونده. متفلک بدیم بیا باش. ماجا هر چی داریم بدیم باش. اسم تو چیه جیگر ماما؟ سلخان. سلخان. بله. مادرم رفت خواره کلا 4 تا خوار مادر رفت خودی و پیر تنها مونده. خدا صبر بده انشالله. خدا کنه که این دلجویی ما پذیرا باشه ماما جیگر. زنده باشیم. ما از همه دوستان راضی، از دولت راضی، از ملت راضی که همه ما غم پرورده کرده. 2000 نفر رو به دشت خدا تا هواپیما و تا اردو و تا ملی همه مسلمان‌ها بیامدن. قدیم ما غم شریکی کرده. ما از همه عالم و عجم راضی. زنده باشین. خداوند در شما راضی باشه. خداوند صبر بده به تمام از عزیزایی که فامیلا خود را دست دادن. دوستان نهایت گرامی ما مقدار پولی کمکی هست به ماما جان تسلیم میکنیم و از پیش اینا خداحافظی میکنیم. مجدد دوستان نهایت گرامی در قریه سیاهاب هستیم و با یک تن از برادرایی که اینا هم فامیلا خود از دست دادن روبرو شدیم و میخوایم وضعیت اینا بیشتر از خود اینا جویاشن. سلام علیکم. سلام علیکم برادر. تسلیت عرض میکنیم برادر. تسلیت برادر می از ما که خود ما خانواده کلون بودیم دیگه. از خانواده خود ما 5 تا برفت دیگه همین بچه هم ما دیگه همه که بود اونا که بی خانواده شدن دیگه. فقط ما بازم 13 نفر بودیم 5 تا رفت. بازم یک 7 تا دیگه خدا رو شکر بموندیم. باز بی خانواده نشدیم. خداوند بیامرزه صبر بده به شما. این 5 تا کیا بودن؟ این 5 تا دیگه 4 تا خواهرام بود یک کم دختر برو. خداوند بیامرزه. خداوند صبر بده به شما. ما میخوایم مدد رسانی کنیم و مقدار 5000 افغانیه که ما این به شما اونا رو توزیع کنیم. هدیه از طرف ما خدا کنه که پذیرا باشه. دست شما برادر نکنه که پر سال مادیم به کمک مادیم چون مرده و زنده ما بکشتیم. انمیاش ما یک تشکری برو. قربان شما. اگه کدام پیام داریم به مسئولین یا دیگه کس میتونیم بگیم دیگه دست شما در نکنه. اول پیام ما ای بود که مرده و زنده ما را خاک بکشتیم. دومی هم دیگه همین مجرین یک جای باش پیدا کنیم که اینجا اتفاقایی تو به سر نمونه. پناه به خدا کنه که به گوش مسئولین برسه. دوستان عزیز ما 5000 افغانی به زی برادر هدیه میدیم. سلام علیکم. خوب هستین برادر؟ سعادتمنده. فضل خدا. تسلیت عرض میکنیم به شما. شما از می خریه؟ بله ما از میخریم. تا اونجا تا یه قسمتی به جمع بوده.
چند نفر فامیل به سرا بود؟ اینجا فامیلی ما تقریبا 15 نفر بودن. ما 4 تا 5 تا برادریم. 15 تا فامیلی ما بود. تلفات از این جگا چی رقم بوده؟ تلفات از این منطقه از این جگا 4 نفر شهید دادیم. او 3 تا زخمی بیمارستان داریم. فعلا فعلا ایت آمار کلی نداریم از این منطقه که چند خونه بوده، همه که یعنی شهید دادم یا کس مثلا همه سالم که ایت خونه‌ای هست که مثلا برفت و هیچی نمونده شو. ایت چیزایی هست که مثلا یک نفر مونده. ایت خونه‌ای هست که از 10 تا 1 مونده. ایت خونه‌ای هست که هیچ هم نمونده. برفت مسلمان‌ها هم. این فامیلا شما کیا بودن که به اینجا شهید شدن به سر از بوده مثلا 2 تا زنا برارم بوده، 2 تا برارزادهام بوده. یکم خوارم بوده. عمه که به میسرا به این بود بودن. اینا به میسرا بوده، اینجا نشسته بوده، چا می‌خورده داخل دالیز بوده. داخل دالیز چا می‌خورده، یک میمون هم بیامده بوده پیش از نبوده. یک دفعه تسلیت عرض میکنه. سلامت باشید دوستان عزیز، واقعا دردناکه. خداوند رحم کنه بالی جمیع اهل اسلام. ما مقدار 5000 افغانی به شما کمک میکنیم هدیه از طرف ما، گرچه درد شما به میلیونا دوا نمیشه. خدا کنه که این 5000 افغانی از طرف ما پذیرا باشه. موفق باشید. دوستان عزیز، همین لحظه هم زمین لرزه شدیدی به این سایه رخ داد و به خاطر همین ما به سمت قریه کشکک و آسیاب رفتنیم و معذوریم دیگه نمیتونیم همراه از این مردم از این منطقه مصاحبه بگیریم چون وضعیت این جستریه و سمت قریه کشکک میریم. خدا کنه که ما رو همراهی کنه.